از 21 تا 23 اکتبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب مسابقه توسکولای بزرگ 2022 اوید به گشتین زودو برگزار می شود. رقابت‌ها از روی 14 وزن با اشتراک 430 ورزشگر از 66 کشور دایر می شوند. تاجیکستان را در این مسابقه 11 پهلوان شناخته از جمله 2 بانو نمایندگی می کنند. شاهده قلندر و در وزن تا 57 کیلوگرم، مودوده اودینای و در وزن تا 63 کیلوگرم، مسلم بی کریموف در وزن تا 60 کیلوگرم، شهباز سیدابروروف در وزن تا 66 کیلوگرم، محمد شریف نجمیدینوف در وزن تا 73 کیلوگرم، شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف امرو با کابراشا استوپریان در وزن تا 90 کیلوگرم، ابوبکر اکابر با امام میرزا انورزاده در وزن تا 100 کیلوگرم و نهایت پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در وزن از 100 کیلوگرم بالا. غالبان توسکولای ابوظبی صاحب امتیازهای المپی نیز می شوند. ورزشگرانی که صاحب مدال طلا می گردند 1000 امتیاز، مدال نقره 700 امتیاز و مدال برنجی 500 امتیاز به دست می آورند. همچنین جودوچیانی که مدرکه های از 5 تا 7 را کسب می کنند متناسباً صاحب 360 و 260 امتیاز می گردند. سال 2021 پهلوانان تاجیک در مسابقات توسکولای ابوظبی سزاوار 3 مدال، 1 نقره و 2 برنجی گردیده بودند.